این کارهایی که در این 4 مرحله که شما شرح دادین فکر و برنامه‌های شخصی رحمانوف است یا مشاوران؟ نه، امروز بعضا نفرهایی است که همه کارها را رحمانوف نه عقلش نمیگیره. البته در این قدر سالی که در میدان سیاسی است بله یک چیزهایی را آموخت. حتی امروز بحث میشه میگن فرزندش چیزی را نمیفهمن. من نه در این نیستم، یک چیزی را میفهمم. فرزندش در چندین سال هم که در این ساختارها کار میکنه یک چیزی را آموخته است. اما گفتم گپ در است که اینا جنایتکارن، باید اینا جزا بگیرن. رحمانوف آیا خودش همه این نقشه ها را میکشه؟ نه، در پهلوش نفرهایی هستند که پشت پرده نفرهایی هستند که قرار دارن براش توصیه میتن و اونها میدونن که تا زمانی که رحمانوف است و یا که دیناستی رحمانوف قرار داره اینها هم هستن، فرزندای اینا هم خوب است، آینده اینا هم خوب است برای فرزندشون، سر قدرت هستن. آخر پشت به پشت اینا تقسیم میکنن، یعنی امنیت دست یک کس میتن، سود دست یک کس میتن، خب تجارت بخیر همین تقسیم میکنن، یک الیت بگیم میسازن از خودشون. این نفرو هستن. همه این فکری رحمانوف خودش نیست. نه، خصوصا من فکر میکنم که تا زمانی یلتسین قرار داشتن در روسیه و خب کنترل که رحمانوف در ابتدای سالهای 2000 هم دیگه یک زمانی از زیر تاثیر روسیه برآمده بود، چون پوتین که تازه سر قدرت آمد. پوتین در اون زمان هر یک رئیس جمهوری که تازه میان او نمیتونه که در روز اول آمدنش یک برای بالای اینها خچا یک خب بازم بزرگتر نشون میده. این در اول با یک معامله خوب یک کوشش میکنه که اینها در آغوش دیگر رو نروند، چنین رابطه بود. و میدونه که در ابتدای سالهای 2000 رحمانوف آغوش امریکا رفته بود، حتی روسیه را مجبور کرد که بطوری سرحدا را خالی کنی از اینجا، سرحدا را از دست روسیه گرفت. چنین چیزی در مرحله یکمش هرچی که بود روسیه، ازبکستان اینها یعنی که نشان میداد که چی کارها را انجام بده. بعد دوام اون طرفش خودش آموخت، نفرهای پهلوش بودن.